این موضوع را همچنان به بحث و بررسی میگیریم با آقای احمد سعیدی، استاد دانشگاه و دیپلمات سابق در پاکستان. آقای سعیدی، وقت بخیر. اظهارات وزیر خارجه بلاول بوتو، وزیر خارجه پاکستان، در رابطه با طالبان و این گفتگویی را که داشته، حتی اینا را نامشان هم نمیگیره، رژیم یاد میکنه، به چی معنی است، چی پیام داره برای طالبان؟ کوتاه اول خو سفر بلاول بوتو به امریکا و چین مقدمه است برای سفر شهباز شریف به امریکا و چین. و از طرف دیگه پاکستان به درستی رقابت‌های چین و امریکا رو میدانه و از طرف دیگه روابط تنگ و تنگی که با چین داره نمیخواد روابط امریکا رو قربانی چین کنه و روابط چین رو قربانی امریکا کنه، چون پاکستان به اقتصاد نهایت ضرورت داره. اول سفر بلاول بوتو این محور دنبال میکنه و سوی دیگر اون چرا که بلاول بوتو در مورد افغانستان گفته که ما افغانستان رو نمیتونیم تنها بگذاریم، به معنی یک نوع رضایت امریکا هست. یعنی میخواد که رضایت امریکا رو حاصل کنه که چیزی که شما میگوین، شما حکومت همه شمول میگین، ما هم میگیم. شما میگین مکتبای دخترها باز، ما هم میگیم. شما میگین حکومت ویسی ساخته، شما هم میگیم. یک نوع ترحم و همجویی و همسویی به امریکا نشان داده است. بله، ولی آقای سعیدی، با تغییر این چهره های سیاسی پاکستان و روی کار آمدن شهباز شریف و بلاول بوتو، آیا سیاست اصلی کشور در قبال افغانستان و در چگونگی رابطهشون با طالبان تغییر کرده یا نه؟ اگرچه سیاست در مورد افغانستان و طالبان زیادتر به دست اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان است، اما به باور مطلق من سیاست در زمان شهباز شریف طوری مانند که در زمان عمران خان و شاه محمود قریشی به نفع طالبان بود دیگر اونطور نیست. تغییراتی وارد میشه اما آهسته آهسته، به خاطر از این که امریکا، به خاطر که پاکستان تلاش میکنه سیاست اقتصاد محور را دنبال کنه، چون مشکلات اقتصادی پاکستان زیاد است. برای توازن بین چین و امریکا را نگاه داشتن یک ضرورت است. نمیتونه پاکستان با امریکا پشت کنه، به هرگز نمیتونه. برای اون چی که امریکا میگه آهسته آهسته پاکستان عمل میکنه. بله، ولی طالبان و قصهشان با پاکستان به کجا میره؟ با وجودی که پاکستان دوستشان است، ولی چرا بالای طالبان مشکوک است آقای سعیدی؟ پاکستان به این روزا یک نحوی غیر مستقیم برای طالبان قبرکنی میکنه. یعنی میخواد طالبان رو معرفی کنه که منبع تروریسم، زادگاه تروریسم همینجا کابل است. بی‌معنی شما دیدین که جنرال فیض حبیب با 6 نفر جنرال های پاکستانی آمد به کابل سیرینا، 30 نفر از طالبای پاکستانی را که نزدشان اسیر بود تبادله کرد و بعدا با حضور داشت آقای جلال‌الدین حقانی آتش بسی یک ماه بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی یعنی PTT امضا شد. بلال از طرف سفر کرد به قندهار، با خالد اراری دید که او با داعش رابطه داره. یعنی پاکستان ثابت ساخت سال طالبان که طالبان تا هنوز به گروه های تروریستی که مخالف پاکستان هستند، مخالف کشورهای منطقه هستند، طالبان افغانی با اونا تسلط داره، اونا رو میتونه با آتش بس مجبور بسازه، اونا رو میتونه به سر میز مذاکره بیاره. بله. پاکستان بعد از این ثابت میکنه که افغانستان یعنی جایگاه تروریسم. ولی طرف طالبان چی؟ طالبان واقعا به پاکستان نیازمند هستند یا اینکه بعد از به قدرت رسیدن دیگر نیاز به پاکستان ندارن آقای سعیدی؟ طالبان نه تنها بر پاکستان به همه کشورها نیازمند هستند، اما به مردم افغانستان هم نیازمند هستند. اما به قدیم حال افغانستان در یک انزوای سیاسی، اقتصادی، امنیتی در حال فرو رفتن است. کشیدن افغانستان از این انزوای سیاسی بدون یک تحول وسیع منطقوی و فرامنطقوی امکان ندارد. در نهایت پاکستان و داستانش بین چین و امریکا و در بین از اینا طالبان چی خواهد شد آقای سعیدی؟ پاکستان توازن بین چین و امریکا را تلاش میکنه نگاه کنه، چون میلیاردها دلار چین به اینجا سرمایه گذاری کرده و از طرف دیگه که گفته میشه که چین تقاضایی داره که پایگاه نظامی پاکستان بتونه. من باور ندارم پایگاه نظامی بتونه، خاطر از اینکه برای امریکا خیلی قیمت تمام میشه و حساسیت برانگیزه. اما چون پرسونل فنی و انجینران چینی زیادتر در پاکستان، در بندر گوادر، در کراچی کار میکنن، شاید تعدادی از نفرای امنیتی یا سکیوریتی چین بیایه به خاطر نگهداشت یا به حفاظت پرسونل چینی که در پاکستان مشغول کار است. بله، سپاسگزاری میکنم آقای احمد سعیدی، استاد دانشگاه و دیپلمات سابق در پاکستان که در این گفتگو با من بودید. وقت شما بخیر باشه.